فوتبال دوستان عزیز، در دقیقه 78 پنالتی برای افغانستان اعلام شده و شریف محمد، یک ستاره های ما، بازیکن با تجربه ما، پشت ضربه پنالتی هست. نفس ها در سینه حبس شده، حساب کار 1-1 هست. یا الله یا الله، خودت هوای ما را داشته باش. در این دقایق پایانی مسابقه هست. اولین پیروزی افغانستان مقابل هندوستان در خاک هندوستان رقم خواهد خورد یا خیر. شریف محمد ضربه پنالتی خواهد زد. شریف محمد مهمترین ضربه پنالتی زندگی خودش را خواهد زد برای افغانستان. 20 سال زده شد. خدایا خدایا، یا الله یا الله، گل 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 برای افغانستان، گل برای افغانستان. حساب کار 1-0 شد. خوشحالی شیر بچه سفید پوش افغانستان، شریف محمد، شیر